جوونی به خاطر بیماری شدید و قطع امید پزشکا رو تخت بیمارستان لحظات آخر عمرش بود. دکتر خانواده‌اش رو صدا کرد و گفت تا آخر این سرومی که وصله بیمارتون زنده است، میتونید برید کنارش باشید. خانواده‌اش دورش گریه میکردن. از پدرش پرسید بابا چرا گریه میکنی؟ جواب داد پسرم بعد از تو پشتم میشکنه، قرار بود عصای روز پیرین باشی. از همسرش پرسید خانم تو چرا گریه میکنی؟ جواب داد چرا گریه نکنم، از حالا باید هم پدر باشم هم مادر. از بچهش پرسید پسرم تو چرا گریه میکنی؟ گفت بابا قرار من یتیم بشم، کسی نیست دستی به سرم بکشه، چرا گریه نکنم؟ بیمار گفت ای وای ای وای، شما فقط دارید به خودتون فکر میکنید، هیچ کدومتون برای من، برای جوونی من به حال خودم گریه نمی کنید. دکتر بیا این سرمو بکش. میدونید رفقا دنیا همینه، همه این چیزهایی که الان دارید مثل خونه و ماشین و پول و مقام ما صاحبش نیستیم، امانت داریم. معلوم نیست بعد از ما نصیب وارثمون بشه یا نه. یه روز بشینید وصیت‌نامه بنویسید، میفهمید تنها کسی که هیچ سهمی از اموالتون نداره خودتونید. پس لطفاً فقط زندگی کنید الان، نه دیروز نه فردا، همین الان و همه الان‌های از این به بعد.